براتون یه داستانی رو تعریف کنم و بعد نتیجه‌ای رو که گرفتم و تلنگری که خوردم رو باهاتون در میون بذارم. اوایل ازدواجمون من متوجه شدم که همسرم همراه با نهار و شام آب خنک میخوره و این اصلا در فرهنگ ما یه تابویی بود که چون اصلا آب خنک کبد رو نابود میکنه حتما و اینکه بین غذا هم که اصلا نباید آدم آب بخوره. به خاطر همین هزاران ترفند به خرج میدادم که یادم بره عمدن و غیر عمدن که آب ببرم سر سفره تا ایشون از سرش بیفته، ولی خب ایشون تاکید داشت که اونجوری غذا بهشون بیشتر میچسبه. به خاطر همین بعد از یه مدتی گذشت و ایشون یه خبری از BBC برای من فرستاد که آب خوردن هنگام غذا تأثیری بر عملکرد سیستم گوارش، تأثیر منفی نداره، آدم‌ها میتونن راحت این کارو بکنن. اونجا من واقعا احساس کردم که چرا ما انقدر دوست داریم پیامبر زندگی بقیه باشیم و هر آنچه که خودمون یاد گرفتیم و تو مغز بقیه فرو ببریم و لذت‌های کوچیک آدم‌ها رو، لذت‌هایی که نه به خودشون و نه به دیگران آسیبی میزنه ازشون بگیریم.